تجارتی کشور رئیس بانک ملی را سرزنش کردند. بانک ملی همین حالتی که به میان آمده است همین حل میکند یا که به استعفا میرود، او باید انتخاب کند. فرزندانی نیمه یتیم و دور از مکتب. یک مادری تنها مانده تاجیک میگوید مجبور است فرزندانش را به تربیت دولت بسپارد. من میخوام مکتب را قطعی هم سینفون در خانم حرفا را میشناسم و نوشته نمیتونم. گرد و غبار غلیظ هوای تاجیکستان را فرا گرفت و زندگی هزاران نفر را به مشکل دچار کرد. طبیبان میگویند باید احتیاط کنید. بعد پالینوسو عموما بیماری هایی که با واسطه هواگی و قطرگی با ارگانیسم انسان وارد میشوند خروج میکنند. تفصیل خبرها. بحران در بانک‌های تاجیکستان سبب شد یکی از وکیلان مردمی مسئله استعفای رئیس بانک ملی را در میان بگذارد. روز چهارشنبه در جلسه پارلمان وکیلان دیگر باره به کار بانک‌های تاجیکستان را آوردند که حالا هم نمی‌توانند به طور مناسب به مشتریانشان خدمت برسانند. همکار ما میرزا نبی خالقزاد شاهد این بحث‌ها در پارلمان بود و از دوشنبه گزارش می‌دهد. امروز در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان در حاشیه بررسی قانون درباره قرض یا کردیت یک بحث تند و تیز میان وکیلان پارلمان و رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نور محمدزاده به پا خست که این یکی از بحث‌های کم سابقه ترین در پارلمان تاجیکستان می شود گفت. در هنگام بررسی این طرح قانون شخصا رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهورزاده با نگرانی عمیق گفت که امروز بانک ها هنگام برگرداندن قرض مردم که اون قرضداری که از مردم دارن خیلی مشکلی کشیده ایستادند و ناتوانی کرده ایستادند و مردم را سخت نگران کردند که یک دردسر هم برای دولت هم برای مقامات های تاجیکستان به وجود آمده است. از جمله شکرجان ظهورov رئیس بانک ملی تاجیکستان را 2 هفته مهلت داد که در ظرف این 2 هفته باید روی خط و وضع فعلی قرضداری بانک ها و خود امکانات بانک ها را بررسی کند و شخصا به خود شکرجان ظهورov پیشنهاد کند. از جمله هنگام بررسی این طرح قانون و قرضداری بانک ها رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان عضو پارلمان تاجیکستان سید جعفر عثمانوف پیشنهاد کرد که اگر رئیس بانک ملی تاجیکستان نمیتواند که این مسئله را به زودترین فرصت حل کند باید به استعفا رود. بانک ملی همین حالتی که به میان آمده است همین حل میکند یا که به استعفا میرود، او باید انتخاب کند. همین طور بحث تند و تیز ادامه کرد و باعث مسئله خصوصا بانک هایی که نام برده شد از جمله تاجیک صادر بانک، اگرا-اینوست بانک و دیگر بانک هایی که از مردم قرضدار هستند و نمیتوانند حتی تا 3000 تا 2000 سامانه را برگردانند. امروز این ناآرامی که در نزد بانک ها جای دارد و این ناآرامی که مردم میخواد که از بانک ها پول خودشون را سری وقت برگردانند یک همچنان از موضوعات مورد بحث این امروز مجلس نمایندگان قرار داشت. میرزا نبی خالقزاد، امرالدین عالم، رادیو آزادی دوشنبه. حاجی میرزا ایبرانوف یکی از روحانیان شناخته در تاجیکستان میگوید یکی از سبب‌های اساسی گرویدن مهاجران کاری تاجیک به گروه‌های تندرو در روسیه دانش کمی دینی آنهاست. حاجی میرزا ایبرانوف روز 17 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در ملاقات‌هایش با مهاجران در روسیه پیوسته از آنها خواسته است فریفته فرمانده‌های رویه‌های افراطی نشوند. روحانی تاجیک در صحبت با همکار ما مومن احمدی چنین گفت: قسمت زیادی همیا به نام خدا میروند، به خاطر خدا میروند، ولی همین عقیدهشون، همین مقصد انتخابشون خطاهای درک نمیکنند. ای کجا درک کنند وقتی که از زمینه دانش نباشه، زمینه فهماندهی نباشه، خیلی که بیچاره ها دیگه نمیتونن بشینن و ای تمام مسائل آگاهی به عقلا برای اینها فهماندهی را تامین کردن در کره. پیشتر از این البیر کاگانوف رهبر اداره مسلمانان شهر مسکو گفت مهاجران تاجیک در روسیه به قول او تندروتر می شوند و مصاحبه کامل را با حاجی میرزا ایبرانوف در وبسایت azadi.org و یا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. مقامات پاکستان میگویند در نتیجه ضربه هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا به پناهگاه طالبان 11 نفر از جمله چند فرمانده بلند رتبه آنها کشته شدند. روز پیشتر دهها جنگجوی شبکه حقانی گروه دیگری تروریستی را هم در مرز افغانستان و پاکستان کشتند. درباره محو این جنگجویان که به طرحریزی حمله ها در افغانستان متهم میشوند صحبت داشتم با داوود خطک همکارم از رادیو مشعل و اول درباره جزئیات
حمله ها پرسیدند. These attacks were conducted in the area on the حمله ها در یک منطقه مرزی افغانستان و پاکستان صورت گرفت. اول گزارش می شد که حمله ها در ناحیه خرم پاکستان یک محل قبایل نشین انجام شده است، ولی بعدا نیروهای امنیتی پاکستان گفتند که حمله ها در آن طرفی مرز در افغانستان بود. ما در این باره از طرف افغان ها اطلاعی زیاد نداریم، اما گزارش گرفتیم که هواپیمای بدون سرنشین محل دور افتاده در بین مرز دو کشور را هدف گرفته است. این محل سالهای دراز یکی از پناهگاه‌های اساسی طالبان و شبکه حقانی بود که در داخل افغانستان حمله ها انجام می‌دادند. who are said to be carrying out attacks inside Afghanistan. یکی از فرماندهان کشته شده را ابوبکر نامیدند. درباره او و دیگر فرماندهان بلند رتبه کشته شده معلوماتی هست؟ Our initial information suggests that Abu Bakr belonged to the Haqqani network. بر اساس گزارش‌هایی که ما به دست آوردیم، ابوبکر از فرماندهان شبکه حقانی بوده است. ما سعی داریم با افراد در داخل این شبکه و گروه طالبان تماس بگیریم که در این باره اطلاعی بیشتر دارند. حالا درباره این فرمانده همین قدر اطلاع داریم که او از مردم در منطقه برای فعالیت‌های طالبان و برای شبکه حقانی پول جمع می‌کرده است. تا حال ما اطلاعی دقیق درباره رتبه و مقام او در گروه طالبان نداریم. Other than that, so far we have no information about the exact position of this person in the Haqqani network or in the Taliban hierarchy. آیا این حمله ها می توانند علامت از همکاری های بیشتری افغانستان و پاکستان باشند، چون در گذشته افغانستان می گفت که پاکستان برای محو گروه های تندرو در قلمروش با افغانستان همکاری زیاد نمی کنند؟ Yeah, that is a key question. If we go back to the new Afghan strategy سوالی مهم است. اگر ما به ماه آگوست به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره استراتژی کشورش در افغانستان برگردیم، او پاکستان را برای سیاست‌هایش در قبال طالبان تنقید کرد. در همون زمان رابطه‌های افغانستان و پاکستان خوب نبود. آنها یکدیگر را تنقید می‌کردند و به خصوص افغانستان می‌گفت که پاکستان همکاری نمی‌کند و وضع امنیتی در افغانستان بدتر می‌شود. چند پیش فرمانده ارتش پاکستان به کابل سفر داشت و با اشرف غنی رئیس جمهور و دیگر مقامات افغانستان صحبت کرد. چند روز بعد از این ما شاهد چنین حمله ها شدیم و این علامت همکاری های افزاینده بین افغانستان و پاکستان است. باید بگویم که چند روز پیش از حمله ها در ناحیه قبایل نشین خرم یک جفت امریکایی و کانادایی و 3 کودک آنها را از اسارت شبکه حقانی رها کردند. این جفت 5 سال گذشته در اسارت بود و آنها را محض از همین منطقه رها کردند که حمله ها صورت گرفتند. و 2 روز پیشتر از این مقامات افغانستان و پاکستان و چین و آمریکا ملاقات 4 جانبه داشتند. همه اینها علامت از همکاری های افزاینده بین پاکستان و افغانستان برای برقرار کردن یک نوع صلح در افغانستان است. Signals towards an increasing cooperation between the two countries to restore a kind of peace in Afghanistan. مصاحبه با داوود خطک در وبسایت azadi.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. برمیگردیم به تاجیکستان. یکی از ساکنان یاوان میگوید ناچار است 3 فرزند نابالغش را به تربیه دولت بسپارد، زیرا پول برای تامین و به مکتب فرستادنشان ندارد. سروناز رجبوه یکی از آنها است که شوهرش با فرستادن SMS او را طلاق داده و فرزندانش را نیمه یتیم گذاشته است. همکاران ما به خانه اجاره سروناز رجبوه رفتند و از حال کودکانش پرسیدند. سراج الدین 7 ساله پسر خرده سروناز است. میگوید امسال صنف 1 می رود، ولی نمیداند که از شروع سال خوانش 2 ماه گذشته است. من میرم مکتب قطعا صنفم باز کنم. سراج الدین پدرش را در یاد ندارد. در 9 ماهگی پدرش به مردکاری به روسیه رفته، بعد چند مدت با جرم در آنجا زندانی شد. از زندان به طور شرعی به قول جواب سروناز را داد و باعث سرگردانی طفلکان خود گردید. اون زندگی میکردم. وقتی که شوهرم که محکم کشید، من را سر کردن خونم زده. به 3 گوده. با خونی خونم خستم اومدم. همیتم 1 سال از او کشتم در بدر 3 گوده قدیم. چی کارو کرده از او کشتم. همیو گشنه نمونه. فوندم این ریختم. همه کارو کردم برای کودکان. و اینمی خولم که مسکو راکی بود گفت بیا گفت خونی مده بیس گفت. نه اومدم خونی خولم. حالا سروناز در منزل یک حجرگی خالش
در دوشنبه موقتا زندگی میکند. میگوید چند وقت پیش به حیث پیش خدمت کار میکرد. از بس که کار تا دیر شب ادامه می‌یافت به خاطر تنها بودن فرزندانش از کار دست کشیده است. میخوام کلان شوم مدرسه شوم. بابا جان فرزند دوم سرویناز است. باید در صنف پنجم تحصیل کند ولی در میز طلبگی ننشسته است. من میخوام مکتب روم قطعی هم سیمفون در خانم حرفا رو میشناسم و نوشته نمیتونم. این زخم ها چند مدت اخیر در پایهای بابا جان پیدا شدند و از سبب نداشتن پول معالجه نکردند. در چند روز اخیر با گذاشتن یک عکس از حال این خانواده در سامانه های اجتماعی چند خیرخواه در برابر کمک غذایی همچنین به این خانواده داروواری خریدند. سرویناز رجباوا خود ساکن ناحیه یاوان است. میگوید یک مرتبه به مقامات برای به تحصیل فرا گرفتن فرزندانش تلاش کرده است. از بس که در قید ناحیه یاوان بوده است، مقامات توصیه دادند به مکتب‌های آنجا مراجعت کند. در یاوان که پدرش وفات کرده است، میگوید در خانه پدری برایش جای نیافتند. تصمیم دارد فرزندان را در مکتب اینترنت سپارد تا هم سرپناه و هم برای آیندهشان صاحب معلومات شوند. زندگی نمی صبح است که نمی اپشکا می بیاره. ساخه اینا دو مشته ختمه کار برو مدانده. خیلی یک سال یک بار یا دو بار اوچم روی میکنه با. نمیخی گشتیم. از صبح امروز پایتخت تاجیکستان را غبار غلیظ فرا گرفت و وضع سلامتی آنها را بد کرد که بیماری راههای نفس دارند. به گفته هواشناسان هوای خشک و گرم و وزیدن غبار از ایران و ترکمنستان و ازبکستان سبب تیره و غبار آلود گشتن هوا در پایتخت و دیگر منطقه های تاجیکستان شده است. ساکنان دوشنبه صبح چهارشنبه 18 اکتبر در فضای غبار آلود بیدار شدند. مسئولین اداره آب و هواسنجی تاجیکستان میگویند یک باره داخل شوی هوای سرد از منطقه شمال و غرب باعث تغییر یافتن باد و هوا گردید. امروز در ولایت سوق بردن باران‌های کوتاه مدت، پشوی حرارت هوا، شدت گرفتن شمال در نظر است. در تابع مرکز نیز امروز یک باره حرارت هوا پست گردید و احتمالات تا 20 درجه گرم بودن آن در نظر است. آب و هواشناسان پیشگویی میکنند که در روزهای بعدی در جمهوری باد و هوا تغییر یافته روزی بی‌بارش و آفتابی در نظر است. خاکریزیش اساساً گرفتاران مریضی های دیق نفس، قلب و هم فشار بلند خون را اذیت می‌دهد. طبیبان توصیه می‌دهند که در این روزها گرفتاران درد قلب بیشتر آب نوشند، بیرون نروند و در خانه بمانند. توصیه من همچون متخصص و تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان این است که در چنین وضع باد و هوا می توانند از ماسک های یک مرتبه استفاده برنده یا که одноразовые ماسک ها بعد با روبوچینی نمناک اینکه влажная уборка یا اینکه با از جاروب‌های برقی پلیساس‌ها استفاده برند تا اینکه مبتلای بیماری‌های آلرژیکی نشوند. هواشناسان تاجیک میگویند نباریدن باران در افغانستان و ایران و ترکمنستان و ازبکستان باعث خشک گردیدن قبط بالای زمین گردیده شمال شدتناک چنگ آن را به تاجیکستان آورده است. و برنامه امروز اینجا به پایان رسید. اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org و در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. سپاس که با ما بودید.